انتخابات پارلمانتی پاکستان در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی و افزایش حمله‌های مرگبار دایر می شود. روز پنجشنبه برای تامین امنیت رای دهندگان مقامداران پاکستانی بیش از 650,000 افسر و سرباز ارتش، گروه‌های نیمه نظامی، پلیس و خدمات امنیت را سفربر نموده در مناطق مرزی خدمات تلفن‌های موبیل را قطع کردند. 7 فوریه یک روز پیش از انتخابات در ولایت جنوب غربی بلوچستان بر اثر حمله‌های مربوط به این روند سیاسی بیش از 30 کس به قتل رسید. کارشناسان خاطر نشان می‌کنند که میزان تورم در پاکستان به 30% برابر بوده. یکی از مشهورترین سیاستمداران این کشور سابق سروزیر عمران خان در زندان است. طبق اخباری رسیده امروز هم در پاکستان کمش 5 کس در نتیجه حمله‌ها کشته شد. وزارت کار خارجه پاکستان میگوید امروز روای نقلیات در مرز پاکستان با ایران و افغانستان کاملا قطع شده در چارچوب اقدام‌های امنیتی خدمات موبیلی در مناطق مرزی متوقف شده است. بالاول زرداری رهبر حزب مردمی پاکستان و سابق وزیر کارهای خارجه این کشور از کمیسیون مرکزی انتخابات دعوت کرد که فوراً خدمات موبیلی را برقرار کند. حزب‌های دیگری مخالف حکومت پاکستان نیز توقف خدمات موبیلی را حمله به اساسهای دموکراسی پاکستان، تلاش بستن دهان مخالفین و تقلب در آوازدهی عنوان دادند.